میرزا السلام علیکم، میخواهم که این جواب را در کست ثبت شود تا که همه گوش کنند، از آن جمله زن خودم. زنم به من گفت لعنت بر پدر و مادرم که مرا به تو دادند، تو لایق من نیستی، تو شکل نداری، زیبا نیستی، با تو زندگیم تلخ است. داملا 1 سال زندگی داریم، تا حال معامله خوب را از این زن نمیبینم، لیکن از صحبت های شما استفاده برده صبر دارم. چی میگوید حاجی محترم؟ این مرد شاید گویم که سکه و صورت نداشته است، زیباگی نداشته است، لیکن زنی خوشرو داشته است و این زن از حسابی که این بد است، این شکل ندارد، زیباگی ندارد، دل مانده شده است و حتی گفته است لعنت بر پدر و مادرم که تو را در نکاح من در آورده است. این زن به فکر من خیلی زنی به خدا باشد از روی این معامله که اگر کرده باشد. به خدا به معنایی که این ناسپاس، بنده ناشکر. جوانای عزیز، پیش از آنی که شما زن میگیرین زنهاتان بینید، زنهایی که پیش از آنی که شوهر میگیرین شوهرهاتان بینید، تا که امروز باعث این جنگ و جنجال نشود. حضرت سعدی میگوید وگر پارسا باشد و خوش سخن، نگاه در نکویی و زشتی مکن. وگر پارسا باشد و خوش سخن، همین زنک خدا ترس باشد، زنک جای نماز داشته باشد، زنک معامله خوب داشته باشد، زنک تبسم به مرد داشته باشد، نگاه در نکویی و زشتی مکن. دیگر زیباگیش تماشا نکو گفتن، خوشروگی زن نکاب گفتن حضرت سعدی، زمانی که اگر پارسا خدا ترس باشه و خوش سخن باشه. در دوام چی گفتن؟ زنی خوشمنش خواه نه روی خوب، زنی خوشمنش خواه نه روی خوب، که آمیزگاری بپوشد عیوب. زنی خوب بکاو گفتن، زنی خوش معامله بکاو، زنی مسلمان بکاو، زنی خدا ترس بکاو، زنی زیبا نکاو گفتن. مرحمت زنی زیبا را معاملش، زیرا که آمیزگاری بپوشد عیوب. بگوید زیرا که آمیزگاری بپوشد عیوب، یعنی همه آن رفتارهای خوبی که وی دارد و شکلی بد دارد، همه عیبهاش میپوشاند. یک مرد میگوید، یک زنی میگوید بسیار شوهر بدرو داشت، بد شکل بود، خیلی صورت الله تبدیل میدهد آخر. بعدا میگوید خیلی زندگیشان دوام داد و بعد یک روز این مرد میگوید وقتی خانه می در آمدم پایهام میشست، وقتی نزد دسترخوان می نشستم دستهام میشست. این مرد دیگر روز مغرور شد و فکر کرد که خیلی البته شوهری زیبا و مثال خوش شکل هستم که این زن اینقدر مرا خدمت دارد. در اصل بسیار بدرو بود. میگوید صاحب کتاب، حتی میگوید کوزه پشت بود، در پشتش مثل همون کوهان شتر یک گوشت زیادی دیگر داشت، میانش همین تا کوز بود. لیکن بسیار زنی صاحب جمال خوب داشت. با زنی صاحب جمال، با زنی صاحب جمالیش باز اسلام و ایمان و خدا ترسی داشت. میگوید بار این شوهر گفت ای زنک، گفت از همه دیده در دنیا کی را دوست می‌داری؟ فکر کرد که البته زن میگوید که تو را دوست می‌دارم. کی را دوست می‌داری؟ از همه دیده. گفت بیا شوهر همین سوال از من نکن. گفت نه بگو آخی سوالی هست، کی را از همه بیشتر دوست می‌داری؟ گفت بیا یک سوال کن که از همه دیده کی را بد می‌بینی؟ گفت میلش از همه دیده کی را بد می‌بینی؟ گفت به خدا قسم از همه دیده بدترین انسان به سوی من تو هستی. گفت لیکن من که زنی خدا ترس هستم. گفت این شکلی تو را بین، این قدی تو را بین، این گویم صورتی تو را بین، لیکن مادامی که من از قیامت که می ترسم خدمت تو شوهر بدرو را کرده ایستاده ام. در روی تو گفت این تبسم هایی که من میکنم این به خاطر او است که پروردگار مرا در زمره شاکرین نویسد، برای همچون شکر کننده نویسد، همچون صبر کننده در این بلا نویسد. من به این خاطر در چهره تو تبسم میکنم. و ایلا گفت دشمنی سخترین من به سوی گفت
سوی من گفت تو هستی. گفت زیرا نه شکل داری نه صورت داری، لیکن به خاطر خدا این زن چیکار میکرد؟ صبر میکرد. شاید این صدای من به گوشی بعضی هم خواهرهایی که شوهرهای بدرو دارند، شوهرهای گویم که بی صورت دارند، اگر رسد و صبر کننده باشند انشاءالله. اون حضرت سعدی هم در شعرهاش میگه چو مستور باشد زنی خوب روی، چو مستور باشد زنی خوب روی و بهیشت است. این یک نظم دویم فراموش کردم. مقصد اگر کسی که در دنیا زنی مستوره باشد، زنی خدا ترس باشد، زنی شوهرش احترام کردگی باشد، در بهشت برای او پروردگار شوی خوب میدهد. برای همین انشاءالله همین مردهای بیزیبی که میبینین اینها بینهایت در جنت زیبا میشوند. این بدروی اینا همش در همین دنیا است که خوشروی ها و عبرت شود که خدا میتونست که شما را مثل همین بدرو کند که نکرد. این برای عبرت است.